هر سال با سرد شدن هوا پرنده‌های مهاجر از سیبری به سمت تقریبا مرکز کشور و مرکز کره زمین پرواز میکنن. ما با توجه به ویژگی‌هایی که تالاب میغان داره هر سال میزبان تقریبا 40,000 قطعه پرنده توی تالاب میغان هستیم، یعنی یه چیزی حدود بیش از 200 گونه پرنده و شاخص اینها دورنا هست که یه چیزی حدود تقریبا 7000 کیلومتر پیمایش میکنه و به تالاب میغان میرسه. اینجا از اوایل تقریبا مهر ماه تجمع ما پرنده ها رو داریم، ولی امسال به خاطر حالا خوشسالی ها و شرایطی که بود زودتر از موعد، یعنی تقریبا تو 15 شهریور ما میزبان پرنده ها بودیم. دورنای معمولی به عنوان یکی از پرنده هایی که جمعیتش قابل توجه است نسبت به استانهای دیگه، ما 14 استان داریم که دورنای معمولی یا دورنای اوراسیا توی اون دو استان ها مهاجرت میکنه، اما توی استان مرکزی جمعیتش قابل توجه است. به خاطر این شرایط زیستگاهی که تو تالاب میغان هست، هم آبی که اینجا تجمع پیدا میکنه، هم دشت وسیع فراهان که به عنوان محل تغذیه این دورناها بالاخره مورد تغذیه توسط دورناها قرار میگیره، باعث شده که یک ارتباط اکولوژیکی خیلی خوبی رو برای دورناها ایجاد بکنه که در شب اینجا شبمانی دارن و در روز برای تغذیه به دشت‌های اطراف و به اراضی کشاورزی مهاجرت میکنن.